салому алайкум дӯсто, подписчико, ҳамзабоно ва ҳар касе ки навори моро тамошо мекунад. Умедвор ҳастам ки ҳамеша сарбаланд муваффақ бошед. исломдин ҳамин бачаҳо дар комментария навистанд ки дар сохтмон мақсад ки видео кне партое. чӣ мегӯй ту барои ҳамин мардуме ки фикри сохтмон надоранд? Ҳамин сохтмон кор карданшон мақсад кор кунанд далше ё ки накунанд? چی فکر داری تو؟ همین ساختمان برای تو معقوله؟ ساختمان برای معقول نیست که بلند گفتم. این ساختمان در هیچ جا معقول نیست. من همین که اگر هم کرد تاجیکستان هم یکم بیزنس میکنیم. مقصد نقشه داری که بس کنی یکم کاری دیگه دا بگذاری، کاری تازه تر مقصد. شکلی علاقه ده تلمدار دارم. نوارم همیشه چفتم. پدرم هست، مادرم هست. یکم بیزنس میکنیم. خصوصا که علاقه میکنم اگر برای تو متا یکی بوخی بالاتر میریم. خلاصه ای کاری سیاه برمدنی ها؟ بله. خوب. این کار در هیچ معقول نیست. چند قشید کار میکنید در ساختمان؟ در روسیه یا که عموما در روسیه. 2014. 2014 ساختمان کار میکنی؟ چی کار کردی در این وقت؟ هیچ. خوب. برادرها ما هم اگه در ساختمان من سیومکا میکنم ویدیو میپرتم انا برادرها خواهش کردن که میگه در ساختمان ویدیو که پرتو برادرها من همه قطع میگم اکرامو یگوتا ویدیو کردم پرت افتم برای کانتنت زیاد شدن نباشد این اصلا اگر بچه ها خیلی به فکرم که بچه ها یوشش می نویسه با خدا حرکت کنه 40 ساله شده ما در همین ساختمان یا فقط دشکم بود میخری که نمبری تمام دیگه اگر بچه ها یوش باشه بچه ها یوش همه وقت حرکت کنه که ای کار جزیر ببروه عموما همین ساختمان دیگه نکنه خیلی ساختمان در مایلش حرکت کنه اگر کارم کرده کار یاد بگیره کارهای خوب یاد بگیره که کارهای باشن که مثلا مثل که یا اینکه بریگادیر شوه یا اینکه یکون جدا مستر شوه کار کنه Илья наш бригадир. Также наш пателя принес. Вот, спасибо вам большое. Вот. Ладно, забирайте. بعدا چی گفتنی هستم که مقصد این کار ما نمیه فقط شپاتل میورانه فقط رستوار این همه فقط هم میخریم که نمبریم الحمدلله ایم که دوریم کنی صحت آزیرش ده لیکن وقتی که عمرتون میره وقتی این کارو را کردن نمیتونه به همین خاطر حرکت کنید کاری تازه زیاده در دنیا کار مال بیزنس کردن میتونی کارهایی هستن که مثلا با حرکت کنید پروگرامیست شی حرکت کنید زبان آموزی کنید مثلا ای همه کورسایی که آسون و دسترس هستن زبان آموزی بعد از زبان آموزی همین حوزه این دوره تکنیک تکنولوژی های شما میتونید که دیگه فقط با واسطه این همه تکنولوژی کار کنیم و این دنیا این خیلی نمیره این دنیا روزش میشود که دیگه فقط دیده که همه چیز 35% همین مردم روسیه فقط خرید و فروشون با واسطه اینترنت با واسطه تلفن با واسطه کامپیوتر همه چی عموما به همین خاطر برادر جان کسی که سوال داده که درباره ساختمان فکر ساختمان نکنه دیگه بس کنه کار کنه پول جمع کنه دو کسی یک کار کنه ما خودم همین میگم که حاضرم در این ساختمان به همین خاطر شما رو هم میگم که ببروی ای ساختمان ای کار سیاه ببروی به قدری ما و بگیم که آبرو نداشتنی که ما این هم قدر کار میکنه باز هم ما را هیچ که حساب نمیکنه در اصل که کاری وزمین تری نمو میکنه و همین خاطر حرکت کنه برای برادرایی که مثلا فرزند دارن خواهش میکنم فرزنداشون دو چیز با آموزونن
همین دو چیز بآموزن انشالله در همه جا موفق میشن و همه جا میرون. در ما میگن زبان دانی جهان دانی. همین حرکت نه همه کورسایی که آسان‌ترین هستند همین کورسای زبان آموزی هستند. زبان روسی، انگلیسی، خیتایی، سه زبانی هستند که در جهان به کار میروند. بسیار زبان‌های بگیم که مشهورند. اگر همین سه زبان یاد بگیرن بعدا پروگرامیست هم خیلی کاری بگیم که دشوار نیست. دیگر اون طرفش همش خودش به خودش توری میشود. همین خاطر بس کنه دیگر گو چرونی را. دیگه اکر همین متدی بابوگی قطعی بوده گمی را اگر چیده یک که قد دستش میتینو بعد سرش میکنن مبانی پولیا مبانی بگیم چول خداونی بعد کلون میشود و دیگر چی را میرونده چی دوره در کلاش البته بعد میاد غلام میشود میرود و اینجا فهم میکنن اونجا فهم میکنن در کسی کارت میفرمن. برای این برادرها بحث کنه کاری ساختمان را ایمان مصلحت نکنی. اول اینکه خیلی بکنی کارای مثلا کارای اصلا که میشود که آسون پلا به دست بیاری. نیکی این ساختمان برادر بوم کارش کاری وزمینه پلی کمه هم میخوری که 20 سال شد کسی هم میرم. اصلا یکون کاری بگه مهم کردگی نیست فقط خوردیم قرضدار خیشیدگی نیستیم الحمدلله. اینه فقط میخوری که نمبریده وجوهت میکنی. اگر آرزو داشته باشه که در آینده یکون انسانی پولدار باشه یا که اگر آرزو داشته باشه که ماشین خونه و در خودت بیزنس پولدار باشی بحث کار ساختمان که با ساختمان هیچی نمیشه. خداوند همه شما را نگهدار باشه. همه مردم مهاجر موفق سربلند گردونن. اگر پادپیسات نکرده باشه خواهش میکنم همین کانال ما را پادپیسات کنه کویا که من چیزا سامو بکنم ما میبرویم مخیمی ساختمان اگه برمدین بعد میگیم که همین بیا میرا بگیری. خداوند همه را نگهدار باشه.